Now, the girl of his dreams. Crack him like a walnut. فیلم با این مهمونی که جشن فارغ التحصیلی دبیرستان شروع میشه. تو همین اولش با دنیس که شخصیت اصلی داستان اصلا کمی هم مونگول هست آشنا میشیم. اما در کنار دنیس این احمق ما عاشق فردیه به اسم بس کوپر که مامانه، همون دختر محبوب مدرسه که همه براش میمیرن. قبل از مهمونی دوست دنیس ریچ بهش میگه که بهتره که احساساتشو به بس بگه چون شاید دیگه همچین فرصتی پیش نیاد. توی مهمونی دنیس بالاخره جرأت پیدا میکنه که حرف بزنه و اولش خیلی خسته کننده شروع میکنه و فقط پدر مادرش از حرفاش خوششون میاد، اما بعدش یهو شروع میکنه میگه بس من عاشقتم. همه میرینن، مخصوصا خود بس که اصلا دنیس رو نمیشناسه. اوضاع وقتی بدتر میشه که میفهمیم دوست پسر بس توی ارتشه و تو همونجا هم حضور داره. دنیس بقیه رو تشویق میکنه که اونا هم آرزوها و رازهاشون رو بگن. بعد سخنرانی یه معلم بیرون از مهمونی میاد و از دنیس شاکی میشه که آقا این حرفای چرت و پرتی که زدی اصلا چی بوده. بس که هنوز شوکه است دنیس رو میبینه و با وجود تعجب از جرأتش خوشش میاد و یک لبخند میزنه. بعدش وقتی که گرمش میشه رداشو در میاره و زیرش یه تیشرت و شلوارک کوتاه پوشیده بود که باعث شد دنیس یه ذره چیز کنه. نمیداره ریچ وارد ماجرا میشه ولی دنیس بس رو متوقف میکنه که نرو، دعوتش میکنه به مهمونی خودش، ولی بس نمیخواد بره و سعی میکنه که اونجا رو ترک کنه. بعدش کوین که همون دوست پسر بس هست عصبانی میاد سراغ دنیس، اما معلم مدرسه از دنیس دفاع میکنه. وقتی کوین میره دنیس و ریچ میرن خونه و درباره این اتفاقات صحبت میکنن که چرا آقا ریچ هیچ وقت توی دبیرستان دوست دختر نداشته. آخرش معلوم میشه که خود دنیس احمق خروس هم هیچ وقت دوست دختر نداشته چون با کسی اصلا آشنا نشده بوده. خب سگم به این پا نمیده. وقتی دنیس فارغ التحصیل شد پدر و مادرش بهش آیپاد دادن. خب اما ریچ هم میگه که پدر مادرش بهش صورت حساب دادن تا هزینه هایی که کرده بوده پس بده که حدود $250,000 بود. ریدم. پسرا برای مهمونی آماده میشن اما دنیس مضطرب و تیشرتشو چک میکنه. پدر و مادرش هم برمیگردن خونه و بهش نصیحت میکنن که برای مهمونی لباس زیرش عوض کنه تا شبش خوب پیش بره. بعدش پدر و مادرش 23 تا بطری شامپاین میذارن و میرن، اما شماره‌شون هم میدن که اگر مشکلی شد بهشون زنگ بزنن. پدرش هم به دنیس میگه که پسر جون تابستون فراموش نشدنی و شروع کن، به هر کاری دلت میخواد بکن. بعد که میرن دنیس و ریچ منتظر میمونن که مهمونا بیان. یه دفعه یه ماشین با سرعت از سر پیچ میپیچه و مستقیم میاد سمتشون. بس راننده است و با دوستای دخترش اومده. وقتی از ماشین پیاده میشن پسرا از دیدن دخترای جذاب قشنگ جون میگیرن. دخترا از اینکه اولین مهمونا هستن تعجب میکنن. پسرا شروع میکنن به جو گفتن ولی خب دخترها میگن که چرت میگه تو. یه دفعه به بس زنگ میزنن. دوست پسرش کوین پشت خطه. دنیس شامپاین میاره تا فضا رو کمی ریلکس کنه. معلوم میشه که شامپاین حسابی دخترها رو حال میاره سر حال البته و اونا آماده هر کاری هستن، هر کاری. دوستای بس خوشحال میشن که آقا انگار یه چیزایی داره جوری میشه. دنیس میخواد شامپاین رو باز کنه ولی خب موفق نمیشه و یه جوری به دستش آسیب میزنه. بعدش ریچ یه جعبه اون پیدا میکنه که از پدر و مادر دنیس جا مونده بود و دخترها حسابی میخندن. اما وقتی میخوان شامپاین رو باز کنن در پوشش میخوره به پیشونی بس. همه میخندن ولی خب دنیس و ریچ سریع میرن کمکش کنن. بس میاد روی دنیس میشینه، اینطوری میشینه تا یخ روی پیشونیش بذاره. دنیس به خاطر نزدیکی بس حسابی مضطرب میشه و دراز میشه و بس متوجه میشه ولی خب انگار بعدش نمیاد شازده خانم. بعد دخترها میخوان برن ولی خب همون لحظه ماشین دیگه از راه میرسه. کوین و دوستاش با عصبانیت وارد میشن. کوین میاد و دنیس رو تهدید میکنه. یه گلدون میشکن و حتی یه مایکروویو هم پرت میکنه به دیوار. پسرا اینطوری فرار میکنن و خودشون رو توی اتاق قفل میکنن. تنها چیزی که برای دفاع از خودشون دارن فکر میکنن چیه؟ آفرین، یه شمشیر اسباب بازی بچگونه. ریچ میره توی کمد قایم میشه و دنیس پشت دیوار میسته. وقتی که میاد تو اتاق عکس بس و بالای تخت دنیس میبینه و عصبانی تر میشه. دنیس تصمیم میگیره که با کوین مبارزه کنه ولی کوین با یه اسکلت پلاستیکی قشنگ دکون حسابی دهن دنیس رو صاف میکنه. ریچ از کمد میپره بیرون و از پنجره میپره پایین. بس هم وارد میشه و کوین رو متوقف میکنه. وقتی عکسش بالای تخت دنیس میبینه شوکه میشه ولی خب چیزی نمیگه. دنیس از پنجره میپره بیرون و توی بوته‌های گل رز میفته. بعدش با ریچ از دیوار خونه فرار میکنن. کوین و دوستاش میافتن دنبالشون. وسط فرار دنیس میره وسط خیابون و یه ماشین به سمتش میاد و دور میزنه بهش. معلوم میشه که آقا بس پشت فرمون و دنیس رو سوار میکنه. ریچ هم بهشون میرسه و هر سه تا با ماشین بس فرار میکنن. بس رانندگیش اسهاله و همه ترسیدن. ریچ یاد کلاسای رانندگیشون میفته و میفهمه که آقا اوضاع خیلی قاراش میشه، تخمیه. دنیس میخواد به پدر و مادرش زنگ بزنه ولی خب تلفنشون مشغول و معلوم میشه که دارن کارهای شخصی انجام میدن.
شخصی. بس گوشی از پنجره پرت میکنه بیرون که نتونن ردیابیش کنن، مگه اف بی آی دنبالته. بعد موزیکو بلند میکنه و شروع میکنه به خوندن اون قاسمه، اون عباس سیرابی او لا 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 لا. به یه پمپ بنزین میرسن و به ترمز میگیره. دنیس هم سرش میخوره به داشبورد و یه جای نرم و گرم میفته و وقتی سرشو برمیگردونه یه علامت هلو میبینه، حالا کجا رو من نمیگم. بعدش میرن داخل تا آبجو بخرن. بیس مغازه‌دار رو قانع میکنه که بهشون آبجو بفروشه و برای این کار یه بوس حسابی ازش میگیره. دنیس وقتی این صحنه رو میبینه حسابی دلسرد میشه و احساس میکنه که بیس اون آدمی نیستش که فکر میکرد. وقتی برمیگردن به سمت جنگل میرن، یه آتیش درست میکنن و سعی میکنن که خوش بگذرونن. بیس به دنیس یه آبجو میده و نشون میده که میتونه با دندوناش درشو باز کنه. خب چه ابیلیتی خوبی. دنیس هم سعی میکنه که همین کارو بکنه، ولی خب دندوناش میشکنه احمق. آهنگ عاشقانه پخش میشه و فضا رمانتیک میشه. دوستاشون میفهمن که آقا دنیس و بیس نیاز دارن تنها باشن، پس میرن سمت گاوا و تصمیم میگیرن که یکیشونو بگیرن. دنیس و بیس درباره آینده و برنامه‌های دانشگاهیشون صحبت میکنن. بیس از دنیس میپرسه که چرا ازش دلخور شده و دنیس جواب میده که بیس کوپر من هیچ وقت برای 12 تا قوطی آبجو از کسی درخواست نمیکنه و یه کاری بکنه و ارزشش خیلی بیشتر از این حرفاست. بیس از این حرف خوشش میاد و احساساتش یه کوچولو به دنیس اینطوری میشاره. همزمان هم دوستاشون سعی میکنن که یه گاوو بگیرن، ولی همون لحظه همه گاوا حمله میکنن بهشون و میدونن سمت اونا. وقتی برمیگردن به ماشین همه از اتفاقاتی که افتادن اینطوری میخندن. بس بوی بدی احساس میکنه و معلوم میشه که کفشه ریچه، چون وسط گاوا حسابی گوه کشیده شده اون وسط. کفشاشو در میاره و با پای برهنه سوار ماشین میشه. بس دوباره پشت فرمون میشینه و با بی‌دقتی چراغای ماشین رو خاموش میکنه و بدون چراغا راه میفته. وقتی چراغا رو دوباره روشن میکنه ناگهان همینطوری به یه ماشین میخوره. معلوم میشه که اون ماشین پدر و مادر دنیسه که دارن کارایی میکنن. وقتی متوجه میشن سریع فرار میکنن. وقتی به یه مهمونی دیگه میرسن، دخترها میرن سمت استخر و دنیس میبینه که بیس داره با یه نفر دیگه صحبت میکنه. اونقدر ناراحت میشه که میره دستشویی. همونجا گریگ، کسی که دنیس توی مهمونی اول مسخرش کرده بود، پیداش میشه. اما دنیس موفق میشه با حرفاش گریگو آروم کنه و اونا با هم دوست میشن. گریگ حتی دنیس رو بغل میکنه، ازش تشکر میکنه، اینطوری گریه میکنه. بعد دنیس میفهمه که آقا کوین توی مهمونی حضور داره. وقتی میخواد فرار کنه، بسو میبینه و با هم متوجه میشن که کوین داره با یک نفر دیگه معاشرت اینطوری میکنه. بس کوین رو میذاره کنار و ازش جدا میشه. بس و دنیس هم با هم دیگه برنامه جدید میچینن. دنیس و بس با هم نقشه میکشن که آقا کوین رو بهش نشون میدن که آقا نباید ما رو اذیت کنی. کوین عصبانی میشه و میخواد دنیس رو بزنه، ولی خب دنیس از آدمای دور و برش کمک میخواد و هم کمکش میکنن، غیر چند نفر که خیلی حروم زدن. تو همون لحظه صاحب خونه میاد و به کوین میگه که اگر میخوای دنیس رو تنبیه کنی باید از قوانین خونه پیروی کنی. بعد مربی ورزش مدرسه خیلی عجیب و غریب و رندوم یهو میاد وسط و قوانین مبارزه رو مشخص میکنه. دنیس اول تصمیم میگیره که تسلیم بشه و نمیخواد دعوا کنه، ولی خب کوین بهش حمله میکنه، تو دهنش میزنه. تو همین لحظه گریگ که حالا دوست دنیس هم شده میاد ازش دفاع میکنه. گریگ کوین رو ناکوت میکنه و حتی بقیه دوستای کوین هم میزنه، اما در نهایت خودش هم شکست میخوره. در اوج این شلوغی بیس با ماشین میرسه و دنیس و ریچو سوار ماشین میکنه. همگی با صدای بلند اینطوری میخندن و فریاد میزنن. بیس تصمیم میگیره که برگرده به مدرسه تا خوش بگذرونن، چون دخترها همه تشویق کننده همون چیل لیدر هستن و شروع میکنن به رقصیدن توی سالن ورزش. اینطوری میرقصن. بیس کمی احساساتی میشه و دنیس رو به سمت دوش ها میبره. ریچ میره دنبال دخترای دیگه و دنیس تنها میمونه. بیس به سمت دنیس میاد، فولش رو از تنش در میاره و میخواد باهاش صحبت کنه. آره حالا در میاری، میخوای صحبت کنیم، میخوای اونجاتون با هم صحبت کنه. کثافتا. دخترها از دنیس دعوت میکنن که بهشون توی استخر ملحق بشه. وقتی ریچ برمیگرده، دنیس رو توی وضعیت ناجوری میبینه و بهش کمک میکنه. کوین دوباره پیداش میشه، ولی ریچ این بار آماده است. مشخص میشه که ریچ از بچگی خودشو برای دعوا با حوله تمرین داده. اون با مهارت، ریدم واقعا با مهارت، همه رو شکست میده و به دنیس ملحق میشه. بعدش هم همه با هم درباره اتفاقاتی که افتاده صحبت میکنن. به اعتراف میکنه که اول اومدن به مهمونی دنیس براشون شوخی مسخره بوده، ولی حالا نظرش عوض شده و یک کم تغییر کرده. اون میگه که شب خیلی خوبی رو گذرونده. با اینکه دنیس حالا یک بینی شکسته داره،
بیس بهش پیشنهاد میده که آقا پیراهنت بوی گوهی میده، پس بهتره که درش بیاری و درش هم میاره. دنیس خودش هم برای هوا خوردن لباسشو در میاره، ولی خب ناخواسته اونو گم میکنه. بیس و دنیس شروع میکنن دنبال پیرهن گشتن. در این بین بیس ازش میپرسه که آقا چرا اون سخنرانی عجیب توی جشن فارغ التحصیلی رو انجام داده. دنیس توضیح میده که آقا چقدر دوست داشته احساساتشو بگو، هیچ فرصتی بهتر از این نبوده. وقتی پیراهن رو پیدا میکنن، بیس متوجه میشه که دنیس هنوز لباس زیر مورد علاقه‌شو پوشیده. این باعث میشه که بیس بخنده و سعی کنه که دنیس رو مسخره نکنه. اون تصمیم میگیره که دنیس رو با شنل خودش بپوشونه. تو راه برگشت دخترها و پسرها بیشتر با هم وقت میگذرونن و درباره چیزهای مختلف صحبت میکنن. بیس میگه که از کوین جدا شده چون واقعا نمیخواسته که به اون رابطه ادامه بده. در همین حال ریچ شوخی میکنه و میگه که از دوران کودکی با حوله برای دعوا تمرین میکرده. وقتی به خونه بیس میرسن، گروه با هم مشروب میخورن و تصمیم میگیرن که آقا تا طلوع آفتاب بیدار بمونن. بیس دنیس رو صدا میکنه که با هم برن طلوع خورشید رو نگاه کنن. اون درباره ترسش از آینده و مدرسه حرف میزنه و میگه که نمیدونه که چه چیزی منتظرشه. دنیس سعی میکنه که بهش اطمینان بده که آقا همه چیز خوب پیش میره، عشقم. وقتی طلوع رو میبینن، بیس به دنیس میگه که دوست داره که کسی بغلش کنه، اما وقتی دنیس جلو میاد میگه که هنوز آمادگی نداره. از طرف دیگه ریچ با دخترها خیلی خوب داره وقت میگذرونه و سعی میکنه که نشون بده که واقعا به دخترها علاقه داره. دخترها با شیرینی خوردن و حرکت‌های جذاب که خیلی هم واقعا هم جذابه ریچو تحریک میکنن، ولی خب اون هنوز معذب به نظر میرسه. ولی خب با این حال با هم میرن یه صفاسیتی انجام بدن. بعد از اون دنیس به بیس میگه که این شب بهترین خاطرش از دوران مدرسه بوده. بیس میگه که این دوران مدرسه بهترین دوران زندگیش بوده، ولی حالا که تموم شده نمیدونه که چی در انتظارشه. دنیس اون میکنه و بهش اطمینان میده که آقا آینده خوبی داری تو دختر جون. وقتی به خونه برمیگردن، پدر و مادر دنیس دارن خرابکاریای مهمونی رو جمع جور میکنن. مادرش براش یک صبحونه زهرمار آماده میکنه و پدرش هم با خنده بهش میگه که از اینکه خوش گذروندی خوشحالم، ولی باید تنبیه بشی. در نهایت هم بیس و دنیس با هم خداحافظی میکنن و قول میدن که توی دیدار مجدد توی فارغ التحصیل ها همدیگه رو ببینن. بیس میگه که اگر تو اون موقع مجرد بودن شاید حتی یه ازدواجی هم بکنن. دخترها سوار ماشین میشن و به سبک خودشون با سر و صدا اونجا رو ترک میکنن و خب در نهایت هم باید بگم که چی؟ راوی هستم و تمام.